سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه عزیزان. من علی بیزمارک با ویدیو دوم بررسی سوالات آزمون AWS Cloud Practitioner در خدمتتون هستم. توی این ویدیو میخوایم یه تعداد دیگه از سوالات AWS رو با هم دیگه بررسی کنیم و آماده بشیم برای آزمون. لطفاً برای حمایت از ما سابسکرایب و لایک یادتون نره. ممنون. خب بریم سوال 189 رو با هم دیگه ببینیم. داره میگه کدوم یکی از فیچرهای زیر مربوط در واقع کانفیگ میشه از طریق VPC، از طریق داشبورد VPC در واقع پیکربندی و کانفیگ میشه. گزینه اول که میگه کلاود فرانت. الان اول اینکه این گزینه مالتیپل چویس هستش، بیشتر از یه گزینه درسته و گزینه اول داره میگه کلاود فرانت. خب سرویس های VPC ربطی به کلاود فرانت نداره. کلاود فرانت کار دیگه انجام میده. در واقع کلاود فرانت سرویسیه که استفاده میشه برای اینکه کانتنت دلیوری داشته باشیم. پس اصلا ارتباطی به VPC و زیرساخت شبکه و اینجور موارد نداره. روت 53 مربوط به سرویس DNS، در واقع سرویس های مربوط به دومین و DNS هستش. باز اصلا ربطی به سرویس های VPC نداره. الاستیک لود بالانسینگ ELB هستش، برای لود بالانسر استفاده میشه. باز سرویس دیگه هستش که استفاده میکنه. پس میمونه دوتا گزینه، یعنی من اگر این سه گزینه رو هم حذف کنم گزینه C و D باقی میمونه. ولی در اینکه باز یه نگاهی بندازیم، سکیوریتی گروپ در واقع چیه؟ میاد ترافیک های ورودی و خروجی به یک سابنت رو کنترل میکنه، چک میکنه که این مورد ترافیک های ورودی به سابنت رو کنترل میکنه و سابنت رو هم درون VPC تعریف میکنه. ضمن اینکه اگر کار کرده باشین داشبورد VPC رو دیده باشین، تو ستون سمت چپ گزینه هایی که وجود داره در واقع سکیوریتی گروپ و سابنت هستش که شما میتونین ازش استفاده کنین. اگر بخوایم در واقع حالا خیلی دیتیل تر این مورد رو با هم دیگه بررسی کنیم، من وارد کنسول AWS میشم. میام وارد کنسول منیجمنت کنسول AWS هم میشم به وسیله روت یوزر. خب میام با روت یوزرم لاگین میکنم. الان وارد کنسول شدم. میرم وارد داشبورد VPC میشم. ببینیم چه چیزی رو میتونیم کانفیگ کنیم اینجا. میرم وارد داشبورد VPC میشم. خب همونطوری که تو ستون سمت چپ میبینین گزینه‌هایی که میشه کانفیگ کرد: سابنت، روت تیبل، اینترنت گتوی، ایگرس اونلی اینترنت گتوی، DHCP، الاستیک IP، اندپوینت، نت گتوی، پیرینگ کانکشن، نتورک اکسس لیست، سکیوریتی گروپ. یعنی دقیقاً دوتا گزینه‌ای که داشتیم ما، سابنت و سکیوریتی گروپ. چیزی از الاستیک لود بالانسینگ اینجا وجود نداره، چیزی راجع به روت 53 وجود نداره و اونها رو از این روش نمیتونیم کانفیگ کنیم. راجع به کلاود فرانت هم چیزی وجود نداره. بریم سوال بعدی. سوال بعدی داره میگه که از کدوم سرویس ها، بریم این سوال رو با هم اول بررسی کنیم. این سوال 192 میگه کدوم یکی از تسک‌های زیر وظیفه AWS. در واقع طبق شیر ریسپانسیبیلیتی مدل وظیفه AWS هستش. گزینه A که داره میگه encrypting client side data. خب AWS دسترسی به دیتا ما نداره که بخواد اون رو در واقع بیاد
انکریپت کنه، خودش داره میگه کلاینت ساید دیتا، یعنی سمت کلاینت انجام میشه. پس این گزینه اصلا حذف میشه. داره میگه setting user password policy. خب این رو هم که من باید تعریف کنم، من باید بگم پسورد پالیسیم چی باشه. پس گزینه دی هم حذف میشه. configuring AWS YAML roles. این یه سری رول پریدیفاین وجود داره ولی AWS وظیفه‌ای نداره، من باید رول های خودم رو تعریف کنم. securing the Amazon EC2 hypervisor. امن‌سازی خود هایپروایزر های EC2. خب من اصلا دسترسی ندارم به هایپروایزر ها، در واقع خود AWS دسترسی داره. پس خودش هم وظیفه امن‌سازی هایپروایزراش رو بر عهده داره. مثل این میمونه که بگیم آقا ES6 رو کی امن میکنه؟ خب ES6 رو خود ما باید امن کنیم دیگه، حتی اگر اجاره داده باشیم به یه مشتری دیگه ویرچوال ماشین ها رو، خود ES6 رو ما باید امن کنیم. بریم سوال بعدی. سوال میام پایین. سوال 200 میگه چجوری یک یوزر به وسیله بیسیک ساپورت میتونه تکنیکال اسیستنت بگیره از AWS. در واقع یه یوزری که بیسیک ساپورت داره میتونه کمک بگیره. این تکنیکال اکانت منیجر یا تم اصطلاحاً بهش میگیم، به این معنیه که خود AWS یه کارشناس به سازمان و شرکت شما تخصیص میده. خب قطعاً این حالت نیاز به چی داره؟ نیاز به سرویس بالاتری داره، نیاز به ساپورت پلن بالاتری داره نسبت به بیسیک. دیسکاشن فوروم ها رو که همه دسترسی دارن. تراستد ادوایزر هم خیلی از سرویساش در دسترس هستش. سینیور ساپورت هم که نیاز به ساپورت پلن بالاتری داره. در واقع اگر وارد AWS بشین، من وارد ساپورت پلن ها که بشم، اینجا شما میتونین یه مقایسه از ساپورت پلن ها ببینید. دیولوپر داریم، بیزینس، انترپرایز آن رمپ و انترپرایز داریم. نگاه کنید، سرویس تکنیکال اکانت منیجر یا سرویس تم، ساپورت پلن تم، فقط مخصوص انترپرایز هستش، کسایی که ساپورت انترپرایز دارن. این جدول رو برای امتحان حتما باید حفظ باشین، یعنی تفاوت این ساپورت پلن ها رو باید با همدیگه بدونین که چیه. تراستد ادوایزر تو حالت دیولوپر تا یه حدی بعضی از موارد رو نشون میده، کامل نشون نمیده. اگر بخوان تراستد ادوایزر کامل نمایش بده تمام چک ها رو، نیاز به ساپورت پلن بیزینس خواهید داشت. بعد نکته بعدی که وجود داره، میام پایین تر، نگاه کنید. به اینسیدنت دیتکشن ها فقط انترپرایز دسترسی داره. منیج سرویسز انترپرایز آن رمپ به بالا میخواد. ریپوست پرایوت انترپرایز آن رمپ به بالا میخواد. ترد پارتی سافر ساپورت بیزینس به بالا میخواد. پروگراماتیک کیس منیجمنت بیزینس به بالا میخواد. بیلینگ اسیستنت انترپرایز آن رمپ به بالا میخواد. از نظر زمانی که AWS جواب میده نوشته، همونطور که میبینین تو حالت دیولوپر، تو حالت بیزینس آر فقط پاسخ شما رو میدن و بقیه فرقایی که داره. این جدول رو کامل باید بلد باشیم برای امتحان. حالا برگردیم مجدد به این سوال. داره میگه اگر بیسیک داشته باشی، یعنی حتی پایینتر از دیولوپر، اولین ساپورت پلن بیسیکه، چجوری میتونی تکنیکال اسیستنت بگیری؟ میشه دیسکاشن فوروم در واقع، و تا یه حدی تراستد ادوایزر. اینجا انسری رو که انتخاب کرده اشتباه هستش، میشه گزینه دی. در واقع تا یه حدی شما میتونی تو تراستد ادوایزر کار کنی، تا یه حدی بیشتر اگر بخوای باید در واقع بری سراغ دیولوپر به بالا، ولی دیسکاشن فوروم ها رو دسترسی خواهی داشت، یعنی نیاز به چیز خاصی وجود نداره. بریم سراغ سوال بعدی.
داره میگه کمپانی دارای AWS اکانت های مختلفیه، میخواد تمام بیلینگ ها رو کانسالیدیت کنه و یک جا توی یه پیمنت متد پرداخت کنه و جمع کنه. این کار وظیفه AWS Organization. در واقع AWS Organization سرویسیه که بیلینگ ها و اکانت بیلینگ های شما رو با هم دیگه کانسالیدیت میکنه، همه رو یک جا میکنه. در یه قالب میتونیم ببینیم اگر چندین اکانت مختلف داشته باشه. پارت دوم ویدیو اون بود. امیدوارم